شک نکنیم بهترین رسیپی کیک زردآلوئه که بافتش بسیار پنبه‌ای و لطیفه. بریم که درستش کنیم. برای کرم پنیری، پنیر پودر قند نشاسته، زرده تخم مرغ و کمی وانیل رو هم میزنیم و میریزید توی قیف. حالا 5 تا تخم مرغ رو با شکر و وانیل هم میزنیم تا کریمی رنگ بشه. ماست و روغن رو اضافه کنید و هم بزنید. آرد و بیکینگ پودر رو الک کنید و با لیسک مواد رو هم میزنیم. حالا کف قالبمون رو چرب میکنیم و مواد کیک رو میریزیم تو قالب. طبق ویدیو زردآلوها رو برش میزنیم. حالا کرم پنیر رو اینجوری به صورت دایره روی کیک میریزیم. بعد روش زردآلوهایی که نازک برش زدیم رو میچینیم. میره توی فر با دمای 160 درجه به مدت 50 دقیقه پخته بشه. کیک خوشمزمون آماده است. حتما درستش کنید و از طعمش لذت ببرید. عین پنبه است، تو دهن آب میشه.